سلام و عرض ادب. من فرهادی هستم، استاد علوم غریبه از کانال VIP دعا. شیطان چیست و چگونه شیطان را از خودمان دور کنیم؟ در مقابل شیطان مقاومت کنید و او از شما فرار خواهد کرد. تحت فرمانروایی کلام الله باشید. در برابر وسوسه مقاومت کنید. مقاومت در برابر وسوسه بی خطر است. کسی که با طعمه شیطان بازی کند به سرعت با قلاب شیطان گرفته خواهد شد. خدا وعده می‌دهد که میتونیم در برابر وسوسه مقاومت کنیم، نه اینکه زمانی که شروع به وسوسه کردن کردیم میتونیم در برابر گناه مقاومت کنیم. نور و روح در برابر تاریکی گناه می‌درخشد و قدرت او برای غلبه بر همه بدیها و وسوسه‌ها کافی است. وقتی صحبت از مبارزه با وسوسه‌های شیطان میشه، بهتر است قلب پر از روح باشد تا پر از حقایق. فروتن باشید. یک قلب فروتن ترجیح می‌دهد در خاک بخوابد تا اینکه با وسایل گناه آلود به مقامی برسد. ترجیح می‌دهد همه چیز را از دست بده تا گناه کند و با عذاب وجدان رها شود. شخص متواضع نه از آنچه شیطان ارائه می‌دهد جذب می‌شود و نه از تهدیدهای او می‌ترسد. دائما مراقب باشید. نفس مطمئن روحی است که گمراه شود. به دام بیفتد اون روحی که مراقب وسوسه ها نباشد قطعا در برابر قدرت وسوسه ها سقوط خواهد کرد. وقتی روح خواب‌آلود و بی خیال میشه، شیطان حملات خود را تقویت میکنه. پس مدام مراقب باشید. این قلب است که مشغول مشاهده آنچه از درون ما میآید مشغول است. ارتباط با خدا را ادامه دهید. هنگامی که در ارتباط با خدا هستید، او به شما قدرت میدهد تا در برابر حملات شیطان مقاومت کنید. روحی که با خدا ارتباط بالایی دارد ممکن است وسوسه شود، اما به راحتی تسخیر نخواهد شد. چنین روحی تا سر حد مرگ با اون مبارزه خواهد کرد. از امکانات خداوند نهایت استفاده را ببرید. دعا کنید. نماز پناه روح برای خدا و آفت برای شیطان است. پس دعا کنید. با تشکر از تمام عزیزان